من در تمام این مدت داشتم اشتباه انجامش میدادم. چیو؟ اینو که هر وقت میخواستم نقاشی بکشم با اکریلیک میومدم تمام این رنگ ها رو برمیچیدم جلوم و از همشون استفاده میکردم و هیچ محدودیتی برای انتخاب پالت نقاشیم قائل نبودم. سلام به همه، من دلارامم و به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. من امروز میخوام که یک کار جدید رو امتحان کنم. این یکی برخلاف اکثر ویدیوهایی که تا حالا داشتم یه ویدیوی معنوی و مفهومی نیست. قرار نیست یه جا به دستمون کاغذی بذاریم وسط با هم گریه کنیم، نه، خیلی جدی قراره فقط یه تکنیک یا یه ترفند، یه کاری که باید خیلی وقت پیش من امتحان میکردم رو امتحان کنیم و تجربهم رو میخوام با شما به اشتراک بذارم. یه چیزی وجود داره به اسم پالت محدود یا لیمیتد پالت که همونطور که از اسمش مشخصه یه پالتیه که توش رنگ‌های محدودی هستن و انتخاب این رنگ‌ها کاملا به خودتون بستگی داره. مزایاش چیه و اصلا چرا باید یک پالت لیمیت دار داشته باشیم؟ مهمترینش اینه که شما وقتی که از یه پالت محدود استفاده میکنید، مثلا اگه توی اون پالتتون سبز آماده نداشته باشید و مجبور باشید خودتون اونو بسازید، تسلطتون روی تئوری رنگ و ترکیب رنگ ها و درصدهاشون بیشتر میشه. چون یه سری چیزا هستن به هر حال که فقط به صورت تجربی به دست میان. مثلا مثال سبزو که زدم، ترکیب درصدهای مختلفی از آبی و زرد به ما سبزهای متفاوتی میدن. بعد حتی اینکه چه نوع آبی با چه نوع زردی ترکیب بشه هم مهمه. مزیت بعدیش صرفه اقتصادی داره، اما اصلا به این معنی نیست که اگه شما خیلی پول دارید میتونید با همه رنگ ها شروع کنید نقاشی کردن. نه، شما میتونید تو خونتون یه عالمه رنگ داشته باشید، اما بازم برای کشیدن یه نقاشی یه تعداد محدودی از اون رنگ ها رو باید انتخاب کنید. من برای اولین بار میخوام با پالت محدود نقاشی کنم. مثل اینکه پالت محدود خودم رو انتخاب کنم، یه 2-3 تا از معروف ترین پالت های محدودی که دیدم اکثر افراد ازشون استفاده میکنن رو اسم ببرم. ساده ترینش مشکی سفید. شاید حوصله سربر به نظر برسه، شاید خیلی ساده به نظر برسه، ولی فقط کافیه شروع کنید با این 2 تا رنگ نقاشی بکنید. دیگه همه چیز فقط به ولیوهایی بستگی داره که شما میتونید ایجاد بکنید یا نه. خیلی کار سخت میشه، خیلی. یه پالت لیمیتد معروف دیگه که خیلی هم بدیهیه، این 3 رنگ اصلی. البته رنگ این قرمز و آبی من خیلی متعلق به چیز نیستن، 3 رنگ اصلی نیستن. قرمزم یکم به نارنجی میزنه، یکم ناخالصی داره. آبیم هم فرنچ اولترامارینه که اینم باز خیلی اوکی نیست. البته من بهم میگم آبی ونگوکی چون خیلی رنگ شب پر ستاره ایه، من خیلی دوستش دارم. دیگه این 3 رو شما تو پالتتون داشته باشید، تقریبا همه چی رو میتونید خودتون ایجاد بکنید. و پالت محدود بعدی که الان من میخوام از اون استفاده بکنم، 3 رنگ اصلیه به همراه مشکی سفید. منصفانه به نظر میرسه با توجه به موضوعی که برای نقاشی امروزم انتخاب کردم، من واقعا به مشکی سفید نیاز دارم. به فوقش نهایتاً به اینا نیاز دارم. نمیتونم فعلا از این کمتر نمیتونم برم شروع بکنم. و راستی این نقاشی که قراره بکشم دوباره موضوعش یه موضوع احساسیه، ولی دیگه اینجا نمیخوام اونو تعریف کنم چون قول دادم امروز اینجا گریه نمیکنیم. اینو یه ویدیو مجزا میکنم دیگه، حتما تا وقتی که شما الان اینو تو یوتیوب دارید میبینید اونم آماده شده. من اون ویدیو رو توی اینستاگرام پست کردم، آدرس اینستاگرامم هم اینه. یه ویدیوی کوتاهی میخوام ازش بسازم با داستانش، با کپشنش، با همه این مسائل که اینم اگه دوست داشتید اونجا برید ببینید. خیلی ممنون. این قسمت های اسکچ رو خیلی سریع رد میکنم که زود به اصل مطلب برسیم. فقط اینو بگم که نقاشی که
میخوام بکشم. رفرنسی براش ندارم، یه تصویر ذهنی، یه خاطره‌ایه که دارم از تو ذهنم نقاشیش میکنم، اما خب جایی که دارم میکشم واقعیه. اینجا ایستگاه مترو استاد شهریار تبریز توی یه غروب زمستونیه و اون کاراکتر منم. پس اینجا مشخص شد که چرا اینقدر به سفید و مشکی نیاز داشتم و البته آبی. در واقع قرمز و زرد و فقط محض احتیاط با خودم برداشتم. خب آقا، من سر این آسمون همین اول کاری بیشتر از همه عذاب کشیدم، اونقدر که میخواستم کلا این قضیه پالت محدود و اینا رو کنسل کنم و این ویدیو رو کلا همه چی رو پاک کنم بره. در نهایت اونجایی به اون رنگ مطلوبم رسیدم که یکم قرمز رو هم وارد کار کردم. خیلی عجیب بود، اما قرمز اون مدل تیرگی که میخواستم رو بهم داد. این زمین پشت مشتاق، این قسمت کارم خیلی برام گیج کننده بود. یعنی میدونم که اونجا یه منظره دار و درختور باید ببینم، ولی پشت اونا باید ساختمون‌های شهر هم دیده بشن و چیزی که فعلا دارید میبینید درگیری من با فضای پشت درخت هاست. هم میخوام اونجا رو زمستونی نشون بدم، هم تاریک نشون بدم. حالا این نور قبل غروب هنوز مونده که الان میخوام یه کاری بکنم که یا تو نتیجه تاثیر مثبت داره یا گند میزنه دو همه چی. میخوام زرد رو وارد این قسمت رو بکنم به عنوان نور قبل طلوع غروب عمل بکنه. نمیدونم میتونم خوب این کارو بکنم یا نه. از زمین راضیم، ولی یه چیزی راجع به آسمونش هست که کلن منو راضی نمیکنه. فکر میکنم یکم خیلی محیط شیطانی شد و میخواستم مثلا لطیفتر باشه. شاید اگه اینجا رو با کی جزئیاتی که قرار جلوش بکشم پر کنم، لطافتش رو دوباره پیدا بکنه. الان شبیه جاهای بلا زده است. اوکی، وارد فاز دار و درخت میشیم. اول بدون هیچ دیتیلی فقط یه لایه قهوه‌ای اونجا میارم. احساس میکنم همه رنگایی که اونجا زدم یکم زیادی پر رنگن. سچوریشنشون یعنی به اصطلاح خیلی زیاده، در صورتی که چون دورن نباید اتمسفر اجازه بده من اینا رو اینقدر پر رنگ ببینم. پس میخوام یه لایه سفید خیلی رقیق رو همه چی بیام. و این یکی سفیدی که دارم اونجا میذارم، اینا برفای روی شاخه‌های درختای اونجا. این قسمتی که الان دارم تو نقاشی میکشم یه زمانی رودخونه بوده، بهش میگیم چاه کنار. از توی اون ایستگاه چاه کنار دیده میشه، اصلا قطار از بالاش رد میشه. ناراحتم که این کار اینقدر جزئیات زیاد داره. سر اینکه قطار باید چه رنگی باشه با خودم خیلی کلنجار رفتم. آخر سرم تصمیم گرفتم یه بیسی بزنم و فعلا همونطوری ولش کنم و تقریبا از اینجا به بعد کار رو دیگه لایه به لایه اونطور که از عقب داشتم به سمت جلو می اومدم پیش نبردم. یه ذره از همه چی رنگ میکردم و کل کار رو با هم میبردم جلو. یکی دیگه از ضعف‌های من تو ترکیب رنگ اینجا آشکار شد، سر این ستونا که من میخواستم آبیشون کنم ولی اول سبز شدن، بعد دوباره مجبور شدم روشون رنگ بزنم که آبیشن. دیگه از اینجا به بعد کار اصلا چیز سخت و چالشی برام نداشت چون لمش دستم اومده بود. پس توضیح اضافه ای نمیدم و فقط نگاه کنیم. من خیلی از نتیجه خوشم اومد. علاوه بر این که رنگ‌ها طوری به نظر میرسن که همشون مال یه دنیان، مال اون دنیایی هم هستن که من میخواستم باشم.
دقیقا همون فضایی رو نشون میده که من دوست داشتم نشون بدم. و همین، لطفا نظراتتون رو برام کامنت کنید، این ویدیو رو لایک کنید و اگه از طریق این ویدیو اولین بار منو میشناسی سابسکرایبم کن و ویدیوهای دیگه رو ببین لطفا. خیلی ممنونم از نگاهاتون. من دلارامم و این ویدیو در تیر ماه 1403 ضبط و تقدیم شما شده. خداحافظ.